میگویند دختری روس را نکاح کردن در اسلام حکمش چیست؟ روس اگر مسلمان باشد یگان باکی ندارد. فقط مردم ما روس که گفتند غالبا نصرانی را میفهمند. بله اگر نصرانی باشد هم یهودی باشد هم الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 5 صراحتاً برای ما حلال گردانیده است. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. محسن زنهای مؤمن ها یعنی زنهای پاکدامنی مسلمان و زنهای پاکدامنی اهل کتاب یعنی یهود و نصارا برای شما حلال گردانیده شده است. و بعضی برادرها غیر از این سوال دیگر سوال ها هم آمده است. گفتند که در یکی از صحبت های پیشینه گفتید که زنهای نصارا یهود برای مسلمان حلال است. بله این سخن الله و رسول است. الله تعالی برای ما 3 نوع زنها را حلال گردانید. مسلمان زنها و اهل کتاب را. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا هست. یعنی می شود 3 گروه زنها برای مسلمان ها حلال کرده شده است. اما مسلمان زن فقط برای مسلمان می تواند خانه دار شد، نه به یهودی و نه به نصارا. چون اسلام بالا می شود و اسلام پایان نمی شود. زنی مسلمان حق ندارد به غیر از مسلمان به دیگر کس شوهر کند. و گفتند که در همون بعض اشکال ها سوال داده گفتند که مقصد وقتی که زنی نصرانی را انسان به زنی میگیرد آنها غالبا حجاب ندارند، ستر ندارند، این چی می شود؟ و علما در کتاب های فتاوا از جمله در فتاوای لجنه آمده است که الله سبحانه و تعالی محصنات گفت. محصنات یعنی زنهای از زنا پاک دامن، پارس ها، یعنی به شرطی که اگرچه لباس ستر ندارد یعنی از زنا دور باشد. همین شرط اگر در یهودی ها و نصرانی ها دیده شود الله سبحانه و تعالی حلال کرده است. با وجود اینکه مثلا بعضی علما رحمت الله علیه میگویند که افضل این است که مسلمان را خانه دار شود، یهود نصارا را خانه دار نشود که احتمالی آینده به فرزنداش تأثیری بعد رسانیدنش ممکن است که شاید فرزندانش را یهودی تربیه کند یا نصرانی تربیه کند. علل خصوص در آن کشوری باشد که زن در آن کشور صاحب خانه باشد، زنهای شطاح باشد، احترام شوهر نکند، اطاعت شوهر نکند. بسیار زنها حتی نامهای فرزندانشان هم شوهراشون مسلمان است، پدری کودک مسلمان است، ولی نامهای کودک نامهای روسی و نامهای بیرون از اسلامی نامگذاری کردن که این درست نیست. ولی خیلی که گفتیم بهترینش این است که مسلمانی پاک دامن را گیرد. لیکن اگر حاجت داشته باشد برای عفت نفسش، برای پاک نگاه داشتن نفسش و در مسافرت باشد و ضرورت داشته باشد علی کل حال یعنی حلال است، حرام نیست. فقط کوشش کند که او را دعوت به اسلام کند، کوشش کند که زن بالای مرد زوراوری نکند، یعنی هیبت و سیاست خود را نگه دارد تا اینکه زن در آن عائله حکم فرما نباشد. برای آنکه در بسیار دیارها و در روسیه عادت مردم همین است که در خانواده زن راهبر است که این خلاف فرموده های اسلام است. در طبق فرموده های شریعت راهبر اول در خانه این مرد است. الرجال قوامون علی النساء. الله تعالی میگوید که مردها در بالای زنها حکم فرما هستند. و غیر این 3 نوع زن دیگر زنها حرام است. الله تعالی در سوره بقره میگوید که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. اما مشرکه ها را تا ایمان نآورند به زنی نگیرید، آنها را خانه دار نشید. این چنین ملحد ها را، آنهایی که به یگان دین پیروی نمی کنند. بنابراین کوشش کنید زنهای مسلمانی پاک دامن را خانه دار شوید، اگرچه زنهای یهودی و نصارای پاک دامن هم حلال است. والله تعالی اعلم.